ایرانی کارت ایرانی کارت. فهمیدم. واقعا؟ نگفتم که چیا. همین که گفتی فهمیدم عجیب بود. ولی اگه ما بریم به گذشته میشیم باهوشای اونا. آفرین. سلام، ما آدمای باهوشی هستیم. به قیافتون که میخوره احمق باشید. ذکی. ببینید، میدونستید شما میتونید به جای درشت ماشین داشته باشید؟ ماشین چیه؟ و چرا اسبو باز کردی احمق؟ نگران نباشید، ماشین دیگه اسب نمیخواد. خب الان باید چیکار کنیم؟ درست کنید دیگه. چیو؟ ماشین دیگه. ماشین چیه؟ ببین فکر کنم ما باید درست کنیم. خب تو ماشین چیه؟ دنده اینا دیگه. تو داشبورد چیه؟ نه فهمیدم، باید توش بنزین بریزیم. تو نداره. خب نمیشه روش بریزیم؟ فکر نکنه. خب میتونیم برقی بسازیم. آفرین. ببخشید پریز برق دارید؟ پریز برق چیه؟ یه دو تا سوراخ رو دیوار. خب توش چیه؟ برق دیگه. برق چیه؟ یه هواییه که توش چیزیه. چیه؟ برق. خب برق چیه؟ زردت جرقه. چی میگی؟ ببین فکر کنم برق نیومده. یعنی همه موتور برق میذارن؟ فکر نکنه. پس دیگه بشینیم تا برق اختراع بشه دیگه. آره بشین. یا علی چیکار میکنید؟ من الان دیگه اسبم ندارم. خب یه چیز دیگه میگیم. زمین گرده رو میدونستی؟ بله. جاذبه رو خوندید؟ اسب منو میدید یا نه؟ داداش خونتون کجاست؟ راه برو حرف نزن. برق اومد.